یارو 20 سال 30 سال مثلا 30 سال پیش یه کاری کرده، این هنوز داره میگه اون منو بدبخت کرد. یه چیزی اون گفت، تو بعدش این همه فرصت داشتی خودت تغییرش بدی، درستش کنی. ولی امان از اون آدمایی که میپذیرن دیگه اون منو بیچاره کرد، تازه خوششونم میاد که همیشه یکی رو داشته باشن که بندازن گردنمون. میگه مردم دوست دارن که بیچارگیاشون رو بندازن گردن دیگری. چرا؟ چون این راحت ترین کاره، خیلی راحته. تا کسی که نه من خودم زندگیمو خلق میکنم. کسی کیه؟ من اجازه نمیدم کسی به جای من تصمیم بگیره، به جای من فکر کنه، به جای من جهان من رو خلق کنه. این خیلی شجاعت بیشتری میخواد تا اونی که راحت بندازه گردنه تقصیر اون بود، تقصیر رئیسم بود، تقصیر بابام بود، تقصیر زنم بود، تقصیر شوهرم بود، تقصیر کارمندان بود، تقصیر اقتصاد این کشور بود، تقصیر قیمت دلار بود، تقصیر این بود، تقصیر اون بود، تقصیر ال بود، تقصیر بل بود. خیلی راحته، خیلی راحته برای آدم‌های ترسو، آدم‌هایی که حاضر نیستند قدرت رو در دستان خودشون داشته باشن و خودشون خلق کنن و بپذیرن که این اصل داستانه. این اصل داستانه، چون این با عدالت خدا سازگاره، ولی اون یکی سازگار نیست که یکی دیگه عرا برسه بزنه زندگی تو رو خراب کنه. همین جوری چون خوشش نمیاد، اصلا خوش داشته حال تو رو بگیره، بزنه بیزینس تو رو با خاک یکسان کنه. همین جوری. چرا؟ چون مثلا تو بهش باج ندادی، نه سیبیلشو چرب نکردی، حق حساب بهش ندادی. نه تا تو نترسی، تا تو بهش قدرت ندی، تا تو اجازه ندی و ترس رو در قلبت نگه نداری، اون نمیتونه به تو آسیبی برسونه. تو به اون قدرت میدی، تو به اون اجازه میدی. پس در نهایت تو فاتحه میخونی تو کسب و کار و زندگی و خوشبختی و سلامتی و همه چیز زندگی خودت. اینو بپذیریم، شجاعانه بپذیریم، آگاهانه زندگی کنیم و خودمون خلق کنیم. این قدرت به ما داده شده. خدای شکر.